ای انسان مؤمن، الله اکبر اون تکبیریه که کاخهای مستبدان و ظالمان رو میلرزونه. برای همینه که این الله اکبر در شیرازه وجودی من و توی مسلمان هست. بعد از هر نماز میگی الله اکبر، در هر نماز میگی الله اکبر. به خودت میگی تو این در تو به عنوان یک باور مسلم باشه که الله اکبر بزرگتر از هر قدرتی که میتونه تو رو بترسونه، از قدرت طاغوتیان، از قدرت نیروهای جهانی، از قدرت جن و انس و هر چیزی که در تصور یک فرد باشه، از هر چیزی که تو رو میترسونه، از فقر، از ترس، از وحشت، از هر چیزی که در تو دلها رو به وجود میاره. الله اکبر. این اینقدر مهمه که نیاز هست نه اینکه خودت تکرارش کنی، کسای دیگه هم به گوش تو بخونن. امام بیاد با صدای بلند بگه الله اکبر، مؤذن بیاد الله اکبر الله اکبر، به گوش تو و به گوش جامعه بزنه که در مقابل عظمت الله هیچ کسی دیگه گردن فرازی نکن، سرشو برون نگیر، همه در مقابل الله اکبر قرار. این سیستم عبادی بسیار عزت آفرین، سیستمی که میاد و من و توی انسان مؤمن رو جایگاه میده، عزت میده، شرافت میده.